بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه به ادامه درس‌های گذشته شما قبلا موضوعاتی که ما شما روی برنامه ویندوز خود صحبت کردیم. در قسمت برنامه ویندوز ما شما از قسمت راست کلیک گزینه‌های را تا قسمت دیسپلی استینگ ما شما گزینه‌ها رو صحبت کردیم. در قسمت دیسپلی استینگ گزینه‌هایی که ما شما خواندیم در بخش سیستم در کل موضوعات سیستم خواندیم، بلوتوث و چه نتورک اینترنت و پرسونالایز و اپ و اکانتر و همچنین ما شما دیروز روی تایم لندگی ببینیم چیکار کردیم، صحبت کردیم. امروز روی گیمینگ هستیم. در قسمت گیمینگ زمانی که شما کامپیوتر خودت چیکار میسازین، مثلا فعال میسازین یا آماده میسازین، چرا مثلا میخواین گیم کار بسازین یا مثلا شما گیم بازی بکنین. پس اگر شما خواستین حالت گیم شما فعال شه، یعنی زی گزینه میتونید استفاده کنید. روی زی گزینه کلیک کنید، کلیک کردین تنظیماتش حساب باز میشه. سه تا آپشن دارم. اولین آپشنی که قسمت داره ایکس باکس گیم بار هست که ایکس باکس گیم بار فعال باشه نباشه. روی این گزینه کلیک کنید، آپشن هایش برای ما باز میشه. زمانی که باز شد شما میتونین ایر فعال بسازین یا غیر فعال بکنید. یک کدام گزینه ای نیست. اگر ایکس باکس گیم بار فعال بسازین، بعضی مثلا زمانی که شما گیم بازی میسازین، بعضی مثلا شارت کات ها اینا برای ما فعال میشن و همچنین مثلا ما میتونیم مثلا بفهمیم که مثلا چه ایکس باکس گیم بار چی هست. شما اگر خواست مثلا بفهمین، بازم باید نیاز به اینترنت دارین. روی گزینه کلیک مستقیم وارد اینترنت میشین و بازم اطلاعات ایکس باکس گیم بار مشاهده حساب بازم ظاهر میشه اگر شما مثلا خواستین از استفاده بکنید. گزینه بعدی که اقسام داریم آل شارت کات. آیا شارت کات های گیم بار ببین ما پیش هم گفتم زمانی که شما ایکس باکس گیم بار فعال میسازین، شارت کات هایش نشان داده شده نشه. این شارت کات هایش هست. شارت کات هایش چی هست؟ کلید ویندوز کی با جی، کلید ویندوز کی رو شما با جی کلیک کنید، ایکس باکس گیم بار برای شما چی میشه؟ شارت کات هایش در وقت برای شما میاد و شما میتونید از اون چیکار کنید استفاده بکنید. ببینید ما شما ویندوز کی رو شما دیست دقیقاً کلید ویندوز کی رو دقیقاً چی هست؟ با جی کلیک کنید. که ما شما با جی کلیک کردیم برای شما چی هست؟ این ایکس باکس گیم بار است. اینا شما دقیقاً مثلا میتونید ضبط صوت بکنید، میتونید مثلا فیلم پری بکنید، میتونید توسط از چیکار کنید این کارا رو انجام بدین. این ساحه ایکس باکس گیم بار ما شما که شما میتونید شارت کاتش به شکل استفاده بکنید. حتی آیکن ها مثلا حتی توسط کمره خود مثلا صداهای خود ضبط بسازین. این موضوعات است که ما شده قسمت داشتیم. شما با این گزم آشنا شدین. شما گزینه چه شارت کات ایکس باکس گیم بار هم فهمیدین چی بود برای ما. شما ویندوز کی با چی بود؟ با جی. شما همیشه ویندوز کی با جی کلیک کن. اگر شما مثلا یک زمان میخواین در خانه مثلا توسط دوربین فیلم پری بکنم، از اون گزینه ایکس باکس گیم بار میتونید. حتی اگر خواستین صفحه مایش کامپیوتر شما ضبط شود که ما شما فعلا از طریق پاورپوینت مثلا شما باز میتونید از طریق میزیم چطورتون ضبط بکنید. این موضوعات است که ما در بخش ایکس باکس گیم بار داشتیم که شما با یک گزینه. و بخش بعدی گرافیک. خب گرافیک موشا در این چیز در گیم خیلی مهم است دیگه. هر قدر گرافیک کامپیوتر شما بالاتر باشه، سرعت چیز گیم شما ساده‌تر هست، روان‌تر هست، شما میتونید راحت‌تر بازی بکنید. اگر گیم چیز گرافیک کامپیوتر شما پایین باشه، پس برای موشا کامپیوتر موشا چیز گیم درست کار نمی‌کنه، امکان داره برای موشا بند شه یا هنگ بکنه. این موضوعات در خصوص برای موشا چی میشه نشان داده میشه. پس ببینید فعلا این موضوع رو ما فهمیدیم. پس شما روی کلیک کنید. اگر شما خواستین تنظیمات چیز گرافیکی رو ببینید، یعنی موضوعات یعنی برنامه ها در گرافیک ما اجازه کار کرد با گرافیک ما داره دیگه. که موضوع نسته که ما را در قسمت سیستم در بخش دیسپلی در بخش گرافیک خواندیم، یعنی نیاز به تکرار هستی بس بحث باز نداریم. پس ما از قسمت گیمینگ با بخش ایکس باکس گیم بار آشنایی پیدا کردیم. گزینه بعدی دیگه داریم کپچر. اگر شما مثلا گیم بازی می‌کنید، بعضی کسا که گیم بازی میکنن و بازی فیلم پری میکنن در یوتیوب میمونه، مثلا کسایی که پابجی باز هست. اگر شما خواستین اینمی کار انجام بدین، پس شما میتونید از گزینه کپچر استفاده بکنید. روی گزینه کلیک کنید، زمان کلیک کردین بخش تنظیمات کپچر چی میشه باز میشه. خب اول زمانی که شما فیلم پری میسازین، گیم خود مثلا زمان گیم بازی میسازین و از اون ویدیو میگیرین، در کجا ذخیره شد؟ گفته اسکرین شات and games clips will be saved to. میگه ذخیره شد در کجا؟ این پوش ذخیره میشه در داخل درایو سی، پوش نگزاد، پوش ویدیو، پوش کپچر. اگر شما خواستین تغییر بدین، پس شما روی گزینه اوپن فولدر کلیک میتونید در سایه پوش دیگر چی کنید انتخاب بسازین و بعد زمان که شما فیلم پری میسازین در پروژه جدیدی که شما انتخاب کردین در اون برای شما چی میشه؟ چی میشه در قسمت برای شما ذخیره میشه. این موضوع رو فهمیدین. و بعدش زمانی که مثلا شما گیم بازی میسازین، اگر خواستین به شکل اتوماتیک برای مشاور کارت بکنه، پس شما اینی گزارش چیکار کنین فعال بسازین. ببینید زمانی که مشاور فعال میسازیم، زمانی که می برای شما یک اتفاق مهم در چی بیفته در قسمت گیم شما بیفته، به شکل اتوماتیک برای شما چی میشه؟ ریکارد میسازه. ببینید چی گفتم؟ ریکارد وات هپن. زمانی که مثلا یک چیز اتفاق افتاد برای شما چی شود؟ یک چیز مثلا اتفاق افتاد برای شما چی رو ضبط کرد. اگر شما گفتین نه ضبط نشه، پس شما چیکار کنید؟ خاموش بکنید. اگر شما گفتین نه، شما میخواین مثلا با چی خود مثلا توسط خودتان مثلا میخواین ریکارد بسازین، اصلا توسط اتوماتیک هم ریکارد نشه، پس شما شارتکت اینی هست کلید ویندوز کی با آلت با جی. شما هر سه تا قبلا اگر شما تنها گیم بار چه ایکس باکس گیم بار باز میکردین، شما کلید ویندوز کی با ایکس کلیک کردین، این دفعه یک آلت هم اضافه میشه. کلید آلت با
کلید ویندوز کی با آلت باجی کلیکین بر ما چی میشه ریکارد میشه. ریکارد کردن چه از او گزینه میتونین چارت استفاده بکنید. این موضوعی بود که ما شما در این قسمت داشتیم و شارکت هایش هم شما با اشتغال گرفتین یاد گرفتین. درستم شما کلید آلت با چه با چی خود کلید ویندوز کی با آلت باجی کلیکین بر ما چه ببینیم این قسمت ریکارد. اینا فقط کافیه این گزینه انیبل بکنین و بعد روی این گزینه کلیکین استارت ریکاردینگ. ریکارد بر ما شروع میشه و شما میتونید چیکار بسازین مثلا مو صحنه گیم خود یا صحنه هر چی که شما دارین چیکار کنین ریکارد بسازین. اگر خواستین صدایش ریکارد شه این گزینه روشن بسازین. اگر خواستین مثلا ریکارد موشا در 30 ثانیه برگشت داشته در 30 ثانیه اخیر یا مثلا اگر خواستین عکس بگیرید پس شما از این گزینه اشاره کنید استفاده بکنید. این موضوعات است که ما شما در قسمت چی داریم ریکاردینگ داریم و شما با این گزینه آشنایی پیدا کردین با شما فهمیدیم که چگونه میتونیم ریکارد بکنیم. اگر خواستین ریکارد نشه پس شما این گزینه رو خاموش بکنید. خب این موضوع رو فهمیدین. موضوع بعدی زمانی که ما شما ریکارد میسازیم خب چقدر بر ما شما ریکارد چه ببینید چی گفته در قسمت ماکس ریکاردینگ لنت رو میگن. درسته مفهمین چی منم میگم طولانی بودن چی ما شما حد اکثر ریکارد ما شما چقدر هست 2 ساعت است. ما شما میتونیم توسط چی خود توسط مثلا ایکس باکس گیم بار خود میتونید 2 ساعت ریکارد بسازین. اگر شما خواستین این رو زیاد بکنید روی این گزینه کلیک کنید کلیک کردین میخواین مثلا چه سم 30 دقیقه گرفته شه 1 ساعت بر موشا باشن 2 ساعت باشه یا حتی چه 4 ساعت باشه پس شما میتونید دقیق چیکار کنید مشخص بکنید که شما چه اندازه رو میخواین چی شه برای موشا ریکارد شه. این گزینه فهمیدین. زمانی که شما ریکارد میسازین آیا صدای شما ریکارد شه یا نشه؟ زمانی که مثلا شما فیلم پری میسازین مثلا از ویدیو خود آیا صدایش ریکارد شه یا نشه؟ کپچر ویدیو چه آدیو when recording a game. زمانی که شما یک گیم رو ریکارد میسازین آیا آدیو یا صدایش بر موشا ریکارد شه یا نشه؟ اگر شما خواستین صدایش هم ریکارد شه این گزینه رو روشن بکنین. اگر خواستین که نه صدایش ریکارد نشه فقط گیم بر موشا ریکارد شه پس شما این گزینه رو خاموش بکنید. زمان خاموش میکنین فقط صفحه بر موشا ریکارد میشن صحنه ها ولی با صدا بر موشا ریکارد نمیشه. شما صدا هم خواستین ریکارد شه گزینه روشن بکنید. گزینه بعدی ویدیو فریم ریت. این چی معنی میده؟ ویدیو فریم ریت موشان گزینه هست که برای موشا چگونه استفاده میشه. مثلا ویدیویی که شما فیلم پری میسازین در 1 ثانیه چند تصویر بر موشا رد بکنم. خود ویدیو از چی به وجود میاد؟ خب شما میفهمید دیگه. خود ویدیو از عکس و از چی به وجود میاد؟ از صدا به وجود میاد. شما در 1 ثانیه اگر 30 تا عکس دنبال هم رد بسازین به اینا که شما فیلم ساختین. این چه فیلم است؟ شما باز اونها در قسمت برنامه پرمیر افتر افکت خوب تر خواندین. در حقیقت ویدیوهایی که ما شما می‌بینیم کلیش عکس است. یه روز زنده نیست که شما مثلا در داخل ویدیو می‌بینید که حرکت می‌سازه. فقط تعداد تصاویر زیاد کرده. در 1 ثانیه شما ببینید 30 تا تصویر که ما شما رد می‌سازیم به این معنی که ما شما چه ویدیو به وجود میاد. یعنی این قسمت هم اگه شما خواستید مثلا در 1 ثانیه ما شما 30 تا تصویر داشته باشین با شما می‌تونید از قسمت فعلا ببینید 30 ما شما حتی می‌تونید در 1 ثانیه 60 تصویر داشته باشین که برنامه فریم یاد میشن. یک فریم به این معنی 1 تصویر 2 تصویر 3 تصویر در 1 ثانیه 60 فریم داشته باشین پس ما رو ایزی کلیک چند اندازه باشه 60 تا تصویر باشه یا 30 تا تصویر. پس ما شما 30 تا تصویر میگیریم این برای ما شده چیشن درشه. خب این گزینه شما فهمیدین. گزینه بعدی ویدیو کوالیتی کیفیت ویدیوتون چه اندازه ضبط شده. زمانی که شما مثلا ویدیو رو ضبط می‌سازین از گیم خود اگر شما خواستین چی باشه کیفیت استاندارد باشه استاندارد اگر خواستین های باشه با کیفیت بالا برای شما چی میشه ریکارد میشه. و گزینه بعدی آیا زمانی که شما گیم خود ریکارد می‌سازین امی علامه ماوس شما ریکارد شه یا نشه این علامه ماوس اگر خواستین علامه ماوس ریکارد شه این گزینه رو روشن بکنین اگر خواستین که ریکارد نشه علامه ماوس رو چیکار کنین خاموش بکنین. و گزینه بعدی ما شما چی داریم گرافیکس داریم. گرافیکس ما شما گزینه‌ای هست که به خاطر چی استفاده میشه بازم تنظیمات گرافیکی برای شما که شما قبلا در قسمت دیسپلی خواندین و هم در قسمت گیم شما خیلی مهم است چون اطلاعات گرافیکی شما باید بلد باشین تا مثلا نظر به مشخصات گرافیکی خود شما یک گیم را روی کامپیوتر خود چار کنین نصب بسازین. چون کامپیوتر موش اگر گرافیکش ضعیف باشه پس گیم ها را هر نوع گیم را یا گیمایی که مثلا با گرافیک بالا هست نورمال نمیتونم. آیجای مثلا 11 خیلی گرافیک بالا داره اگر شما کامپیوتر شما گرافیک پایین باشه پس نمیتونین اون رو بازی بسازین. ولی آیجای 2 آیجای 3 اینا رو باز میتونین چارت کنین بازی بکنین. یا مثلا مشکل مثلا ما شما به نام چی داریم بعضی گیم های دیگه مثلا به نام گرم هست یا جی تی ای هست اینا شما اگر خواست مثلا نصب بسازید بازم اونا نظر به مشخصات گرافیکی کامپیوتر شما نصب میشه. این موضوعی بود که ما در قسمت گیمینگ داشتیم در بخش گیم در قسمت کپچر با گزینه کپچر هم شما چون آشنا شدید. گزینه بعدش گیم مود هست. گیم مود شما فقط میتونید خاموش روشن بسازید. روی گزینه کلیک میتونید کلیک کردین آیا گیم مود شما روشن باشه یا خاموش. اگر شما خواستین گیم مود روشن باشه این روشن بکنید. زمانی که روشن بسازید به مجرد که گیم باز بسازید خود کامپیوتر شما حالتش تغییر می‌کنه از حالتی دسکتاپ مود به حالت گیم مود بر موشا به شکل اتوماتیک چی میشن تغییر داده میشه. اگه شما گفتین نه به حالت گیم مود نباشه پس شما رو خاموش بسازین. این موضوعی بود که ما در قسمت گیمینگ داشتیم. پس ما از بخش گیمینگ با تمام جزئیات هر سه گزینه‌ای که در بخش گیمینگ داشتیم شما آشنا شدین. ایکس باکس گیم بار فهمیدین، کپچر استر فهمیدین و گزینه گیم مود رو موشا چار کردیم فهمیدین. پس از بخش گیم خلاص شدیم. گزینه بعدی که قسمت دارین چه اکسسیبیلیتی سیستم.
خب اکسسیبیلیتی چی معنی داره؟ دسترسی راحت تر. کسایی که مثلا معیوب باشن، کسایی که معیوبیت داشته باشن، مثلا چشم میبینن اینا، اگه شما خواستین بعد از اون کامپیوتر خود رو تنظیم بکنید، از این بخش میتونید استفاده کنید. روی زیگو کلیک کنید، این بخش برای شما باز میشه. ببینید گفته شما چشم شما نبینه، اندازه متن کلام بسازید. چون چشم شما امکان داره خراب بشه، اندازه متن روی زیگو کلیک کنید، اندازه متن کی اندازه باشه، ببینید کلام باشه. شما فقط در چی خود در برنامه ویندوز خود میتونید هر اندازه که خواست، مثلا ما شما میخوایم متن مشاهده این مال فقط اپلای بسازید، یک دفعه کامپیوترتون خاموش روشن میشه، تمام متنا به اندازه چی میشه، کلان میشه. درسته؟ متنای روی صفحه‌تون هر چی که داشته باشین به شکل کلان. اگر خواستین نه پس کوچیک باشه، پس شما چهار کن کوچیک بسازید. دیسپلی قبلا خوانده، میگه نیاز به تکرارش نداره. گزینه بعدی در قسمت اکسسیبیلیتی دارین ویژوال افکت ها، مثل انیمیشن اینا. اگر خواستین اینا روشن باشه یا خاموش باشه، شما روی زیگو کلیک کنید، اینا رو میتونید درش تغییر بدید. ببینید always چیز شو اسکرول، همیشه اسکرول ها این نشان داده. اگر خواستین نشان داده فال بسازین، اسکرول بار ها این قسمت در صورتی که مثلا در جایی که نیاز باشه، در جایی که نیاز نباشه، پس برای اون نشان نمیدید. مثلا نیاز نیستم نشان داده نمیشه. اگر در جایی که نیاز باشه، همون دکمه شما میتونین سفر بالا و پایین ببرین، اون نشان داده شده. اگر خواستین نشان داده شم روشن بکنید، اگر نخواستین چی کنین، خاموش بکنید. موضوع بعدی چیز ترانسپرنسی افکت، این بک‌گراند تون. ببینید فعلا امروزی صفحه بک‌گراند خیلی کم خیره معلوم میشه. اگر خواستین کلمه نباشه، این گذر خاموش بکنید. اون خاموش کردین ببینید یه شکل کادر میشه. اگر شما پس روشن بکنید، پس یه شکل میشه. این قسمت چی را اگر ببینید خوب تر فهمیده میشه. این قسمت چسبار ببینید، اگر ما شما را خاموش میکنید کاملا کادر میشه سفید. اگر شما پس روشن میسازید، بر شما یک اندازه تغییرات دو چی میاد. این گزینه فهمیدین. گزینه بعدی انیمیشن افکت. آیا انیمیشن افکت ها باید روشن باشه یا خاموش؟ که اینا رو باز در برنامه‌های چی میخوانن ویدیو اینا. اگر خواستین خاموش باشه، این گزینه خاموش بکنین. اگر خواستین روشن باشه، پس شما چیکار کنین، روشن بسازین. انیمیشن ها حرکت هایی هست که به خاطر چه مثلا حالت ظاهری چی موشا تصاویر اینا برای موشا خوبتر میشه. اگه شما خواستین انیمیشن در ویندوز شما فعال باشه غیر فعال، پس شما میتونید قسمت غیر فعال بسازین. بعدش این dismiss notification after this just amount of time، میگه زمانی که کم یادآوری بر موشا میاد از طرف سیستم کامپیوتر موشا، بعد از چند ثانیه هیچ دیسمیس شد، یعنی پنهان شد. بعد از چند ثانیه فعلا پنهان میشه، بعد از 5 ثانیه. اگه شما خواستین تغییر بدین، روی زیگو کلیک کنین، پس شما میتونید 7 ثانیه بگیرین، 15 ثانیه، 30 ثانیه، 1 دقیقه یا چیز 5 دقیقه. پس ما میگیم 5 ثانیه برای موشا خوبتر است. دیسپلی قبلا خواندین و نوتیفیکیشن هم موشون قبلا چیکار کرده بودیم، خوانده بودیم که شما با ایشونا آشنایی دارین. پس ما از بخش اکسسیبیلیتیز با بخش ویژوال افکت ما شدیم. ماوس اند پوینتر اند تاچ که قبلا بر شما توضیح دادم، تکست کرسر بر موشا توضیح داده شده. گزینه بعد مگنیفایر گفته شما چشم شما نمیبینه، زربین فال بسازین. زربین اون ماست که موشا زوم میکنیم. این مگنیفایر است، این مگنیفایر است. مگنیفایر این است، ما فعلا باز کردم. این مگنیفایر است. اگه شما زوم بکنین کلیک کنین بر موشا چی میشه، زوم میشه. ببین به شکل. اگه خواستین زوم بکنین یا منفی کلیک کنین بر موشا چی میشه، زوم کشیدن. ببین این خاموش میسازم. زمانی شما این خاموش کردین، اگر خواستین مثلا این فعال بکنین، شارکتش چیه؟ شارکت زوم شما ویندوز کی بالا جمع، بالا مثبت، ویندوز کی بالا مثبت کلیک کنین بر موشا زوم چی میشه، فعال میشه. ببینید یا شما میتونید چیکار کنین، زوم بسازین. به شکل هر طریق شما خواستین، به شکل شما کلیک کنین بر موشا چی میشه، زوم میشه. اگر خواستین از زوم کشیده شه بر موشا، باز علامه چیه، ویندوز کی بالا منفی چیه، بالا منفی بر موشا از زوم چی میشه، میشه. که در زوم موشا باز بعضی گزینه‌های دیگه هم داره. مثلا شما میتونید چون موشا چشم موشا نمیبینم، میخوایم این ساعت بخونه بر موشا، پس شما ببینید روی کلیک میتونن کلیک کردن بین این زمان خیلی مثال خوانده شه. ببینید این شکل میخونه. این مثلا خوب گفته شما مشکل دارین، یا مثلا مشکل چشم نه، یا مثلا ما میخوایم که این سر موشا بخونه، موشا این سر دیدن نمیتونیم. ببینید مگنیفایر دیگه مثلا این بر موشا بخونه، کانتراست چه بیمز اینا رو بر موشا تا این شکل میخونه. درسته؟ اگر خواستین تنظیمات امروزی مگنیفایر شما فعال بسازین، پس شما روی گزینه مگنیفایر کلیک کنید، تنظیماتش باز میشه. این تنظیماتش مگنیفایر الف فعلا خاموشه یا روشن، فعلا خاموشه. اگه شما خواستین روشن بکنین، روی گزینه کلیک کنید، برای موشا چی میشه، روشن میشه. که موشا با شارکت هم میتونید روشن بسازین. ببینید کلیک کنید مگنیفایر اندیسا چی میشه، روشن میشه. این مگنیفایر اگه خواستین خاموش بکنین، پس شما دوباره روی کلیک کنید، پس برای موشا چی میشه، خاموش میشه. شما خواستین روشن بکنین، قسمت روشن به شکل، و اگه خواستین خاموش، پس چیکار کنین، میتونید خاموش بکنین. این طریقه روشن خاموش مگنیفایر شما. گزینه بعدی، زمانی که شما زوم میکنین، اصل زوم لیول موشا چند تا بالا میره، 100 تا دیگه. فعلا چقدر زوم موشا 100 از زمانی که موشا روشن میسازین، ببینید زمانی که یک دفعه روی کلیک کنین 200 میشه. ببینید زوم موشا 200 شد، 300 شد، 400. این اندازه زوم تون. اگر خواستین مثلا کمتر بر موشا نزدیک کشته شه، پس شما میتونید از گزینه از قسمت ببینید زوم لیول موشا هر بار که موشا کلیک میسازیم 100. اگر شما خواستین کم شه، پس شما میتونید قسمت چک کنید کمتر. البته موشا از 100 کمتر نمیتونیم، ولی از 100 باز بالاتر میدیم. ببینید بر موشا 200 باشه، 300 باشه، تا شکل 400 از قسمت میتونید چک کنید زوم بزنید. اگر نخواستین، پس شما روی کلیک کنید، از زوم بر موشا چی میشه، کشته میشن. که ما شما شارکت حال استفاده کردیم. بعدش این
زوم اینکریمنت چند بالا رفت برای شما پیشرم بر شما گفتم 100 تا درسته. اگه شما خواستین کمتر بالا بره پس شما ریزی گذاشتن کلیک کنید میگیم مثلا 50 یا مثلا 5 بالا بره خیلی کم برای شما ببین 5 انتخاب بزنید حالا که زوم میسازیم خیلی کم ببین این قدر بعدش این قدر بعدش این قدر بعدش این قدر بعدش این قدر چون 5 تا ما گذاشتیم ببینید این شکل بعدش این قدر بعدش این قدر بعدش این قدر چون ما شما 5 تا گرفتیم خیلی کم برای ما شما بالا ببینید در این شکل میشه. اگه شما خواستین 5 تا پس برای ما شما چی میشه کوچیک میشه دیگه. یعنی موضوع اینکریمنت ما اگه شما گفتین نه 5 تا نباشه مثلا 50 خوب تر فکر کنید شما 50 انتخاب بزنید برای ما شما 50 ببینید 150 200 250 تا میشه که شما تنچار کن ادامه بدید. این موضوع زوم که شما با گزینه زوم هم با این قسمت آشنا شین. گزینه بعدی ویو زمانی که شما زوم میسازین کجا زوم بکنه فعلا کجا زوم میسازه فول اسکرین بس صفحه زوم میشه. شما میخواین یک سایز زوم شه پس شما با این طریق قسمت روی گزینه کلیک مثلا ما شما داکت میگیریم داکت بگیرین یک سایز صفحه زوم شه اون صفحه بالا ببینید اینا هر قدر که زوم بکنیم اون صفحه قسمت بالا زوم میشه. این قسمت بالا زوم شده ببینید چقدر برای ما شما زوم شه ببینید این شکل ولی قسمت های پایین زوم نشده. اگه شما گفتین نه تمام صفحه زوم شه پس شما با این دیتا گزینه چیز فول اسکرین. اگر خواستین لنز فقط جای ماوس زوم میشه ببینید جای ماوس بر موش زوم شه ببینید این شکل لنز شماست ببینید جای ماوس بر موش زوم است شما میتونید جای ماوس کلان ببینید دیگه صد بر موش زوم نیست. چقدر زوم است جای ماوس 300 پس ما شما می‌خوایم 300 نباشه کمتر باشه ببینید جای ماوس 250 باشه 200 ببینید اینا جای ماوس فقط بر موش چه زوم است. اگه شما در این حالت هم نخواستین این حالت هم مثلا خوبش نیست که این حالت موش کار بسازیم پس ما شما میگیم نه بس صفحه باید زوم شه پس به خاطر دیگه برین دوباره در قسمت گزینه چه زوم از قسمت کلیک کنید کلیک کردین چی انتخاب بزنید گزینه آف فول اسکرین انتخاب بزنید پس بس از صفحه بر موش اگر زوم کنیم بس از صفحه بر موش چی میشه زوم میشه. یعنی تنظیمات زوم شما که شما با یک گزینه آشنا شین و فهمیدین که چگونه ما شما میتونیم از این استفاده بسازیم. گزینه بعدی چیست مور اباوت ماگنیفایر چی معنی میدیم؟ من شما مور اباوت ماگنیفایر به این معنی که اگر شما خواستین درباره ماگنیفایر خود کدام اطلاعات دیگه بدید بیارین پس شما روی ایزی گزینه کلیک نیاز به اینترنت داره. اینورس کالر رنگار برای شما برعکس مثل اگر شما روشن بسازین رنگای سفید سیاه میشه سیاه موشن چه سفید میشه که فعلا دیختون نمیشه چون موشن تا حال اینورس کالر به شکل کلی فعال نکردیم. درسته شما از قسمت دیمز لازم میتونین فعال بسازین. گزینه بعدی اسموت the edge of just image and text ببینین اینا ما شما زوم میکنیم ببین سفر زوم بسازیم که ما شما عملی نشان میدیم ببین هر قدر که زوم میکنیم چیست لبه های موز ما شما کدام پریدگی پیدا نمیسازم چهارخانه مثل چی نداریم درستن مثل پیکسل نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر که ما شما میدیم اینی چی گرفتیم لشم گرفتیم گفتیم اسموت به اینا که نه لشم شود. ببینین اینی گزینه شما این گزینه رو خاموش بکنین حال شما زوم بسازین چون که ما شما زوم بسازیم ببینین برای ما شما پریدگی داره ببینین به شکل چهارخانه بالا میشه. این چهارخانه عبارت از پیکسل هست. اگر خواستین که اینمی نباشه این چهارخانه در قسمت موز موشن پس شما فقط کافیه به این قسمت چیکار بسازین این گزینه اسموت را فعال بسازین. این گزینه رو شما فهمیدین. گزینه بعدی که ما شما دیدیم چیزم ریدینگ شورتکت اگه شما خواستین مثلا کدام ساعت چه موشن کامپیوتر موشن بخونه موشن تا حال انزی گزینه استفاده کنید مثلا شما میخواین کجا خوانده چه نیست کلیک میسازین این ساعت میخونه ریدینگ شورتکت. اگه شما خواستین شورتکت استفاده بسازین کلیک چست کنترل با آلت است. شما مثلا روی کلیک چست روی زیر قرار دادین کلیک آلتر کلیک کنترل با آلت کلیک بسازین برای موشن چست در حقیقت بخش خواندنش برای موشن چی میشه باز میشه که از من نفهمم چرا کیبورد میره کار نمیشه. شاید نظر به تنظیمات کیبورد موشن چی متفاوت باشه ولی 100% چیزش شورتکت موشن یعنی شورتکت هست که شما روش کلیک کنین اگر خواستین تغییر بدین میتونین کپس لاگ بگیرین میتونین انزرت بگیرین یا میتونین چیزا کپس لاگ اور انزرت انتخاب بسازین. این موضوعی که ما شما در این قسمت داشتیم و شما پایم چیکار کردین آشنایی پیدا کردین و شما فهمیدین که چگونه ما شما میتونیم از این چیکار کنیم استفاده بسازیم. خب این موضوع رو شما فهمیدین پس ما شما با بخش چی خود با بخش زوم مگنیفایر خود با قسمت تکست سایزر که بر شما توضیح دادم و بعدش هم گزینه دیسپلی که قبلا ما شما چیکار کردیم توضیح دادیم. پس ما شما از بخش اکسسیبیلیتیز با گزینه مگنیفایر آشنا شیم. گزینه بعدی کالر فیلتر که پیش هم دو قسم در شما صحبت کردیم که برای ما شما تبدیل نکرد اینا لک شما خواستین تبدیل کنین این حساب بس میتونین تبدیل کنین روی گزینه کالر فیلتر کلیک کنین اینا ما میگیم کالر بر ما فیلتر شد ببینید این شکل بر ما فیلتر میشه ببینید اینا رو واضح تر شد. اگه شما خواستین کالر فیلتر خاموش باشه خاموش بکنید شکل اگه خواستین روشن شما روشن کدام رنگ بر ما فیلتر فقط می‌خوایم که برامون اینورتد چه این گزینه اینورتد که دو قسم داشتیم اینورت بسازین فقط در موش مستقیم چه میشه اینورت میشه چون پیش از اون روشن نبود اینورت نمیشد اینا فعلا اینورت میشه. ساعات سفید سیاه میشه ساعات سیاه بر موش چی میشه سفید میشه کلی چی برعکس میشن. صفحه چه تصویر موش هم دیگه درست نشان دادن میشه. اگر ویدیو رو ببینید هم این حالت بر موش نشون ببینید چی یک شکل موش ها چه زن دقیق نشان داده میشه. اگر شما مثلا این عکس باز میسازم خوب فعلا این عکس کامل نمیبینید دیگه به شکل بر موش نشان داده میشه درسته. ببینید
این مثلا این عکسش ببینید که البته ویدیو بوده، این هیچ ویدیو هست یا ویدیوست ببینید دیگه فعلا برای شما اصلا عکس اینا رو شما به شکل کامل چیزا به شکل درست نمیبینید. چرا؟ چون ما شما کالا رو اینورت کردیم. اگر خواستیم که اینورت نباشه پس شما باید دوباره به این در قسمت تنظیمات این قسمت شما چیکار کنید؟ دوباره این حالت اینورتد اور چیزا رید گرین اند بلو این شکل انتخاب کنید. پس برای شما چی میشه؟ درست میشه. اگر شما خواستین کالر فیلتر غیر فعال باشه پس شما تصمیم چیکار کنید؟ غیر فعال بسازید. این موضوع رو شما فهمید. پس ما شما با این موضوع آشنا شیم. گزینه بعدی که اختیار اگر خواستین کالر فیلتر از طریق شارکت فعال شه، این شارکتش هست. کلید ویندوز کی با کنترل با سی. شما کلید ویندوز کی با کنترل با سی کلیک کنید کالر اینورت برای ما چی میشه؟ فعال میشه. در صورتی که البته این روشن باشه. اگر روشن باشه پس ما شما میتونیم، اگر روشن نباشه پس از شارکتش استفاده نمیتونیم. این موضوعی بود که اگر خواستین روشن شه پس شما روشن میشه. اینو که روشن کردم اینا باز میتونین شارکت چیکار کنین؟ استفاده کنین. پیشا ما شارکتش روشن نکردیم، اینا شارکت روشن کردیم. ببینید کلید ویندوز کی بود با چی؟ کلید ویندوز کی با کنترل با سی. کلید ویندوز کی یعنی هم چیز کلید کنترل یعنی هم سی. زمان که میسازیم ببینید برای ما این چی میشه؟ روشن میشه. اگر پس خاموش بکنین کلید ویندوز کی با کنترل با سی پس برای ما چی میشه؟ خاموش میشه. این شارکت کالر اینورت ما شما با گذاشت. گزینه بعدی کالر خواندن و دیم زدیم که ما در بخش دیسپلی در بخش پرسونالایزیشن کاملا چیکار کردیم؟ صحبت کردیم و تکرار هست. خب ما شما از بخش اکسلبیتیز با گزینه چیز کالر دیمز هم آشنا شدیم. گزینه بعدی کانتراست دیمز است. کانتراست دیمز هم قبلا به شما گفتم. بعدش نریتور. و ما شما گفتم که چشم موشن نبینه چون مشکل دارین این بخش اکسلبیتیز یا دسترسی تر است. گفتم نریتور روشن کنید. نریتور که روشن میکنین بازم هر جایی که کرسر خود میبرین اون سر میخونه برای موشن. ببینید شما روی گزینه کلیک کنید، کلیک کردین این صفحه نریتور روشن میشه. اگه شما روی این گزینه کلیک کنید نریتور روشن میشه. باز این قسمت نریتور باز در قسمت کنترل پنل به شما توضیح میدیم. فعلا نیاز نیست که در قسمت چهارم صحبت بکنیم چون در قسمت کنترل پنل اینا با جزئیات پیشتر است. شما اول مشکل خود معرفی میکنید، مشکل چشم دارین، مشکلی مثلا چی گوش دارین، مشکل زبان دارین، چی کدام مشکل خود معرفی میکنید. بعدش این تنظیمات برای شما پیشنهاد میشه و بعدش شما میتونید نریتور روشن بسازید. آدیو رو قبلا به شما گفتم و گزینه بعدی کپشن. کپشن هم که شما مفهمید دیگه. کپشن موشا زمانی که شما مثلا احتمال داره گوش شما نشنوه. درسته؟ خب ما شما گفتیم که اینا در بخش چه معیوبیت داره. میگه شما اگر گوش شما نمیشنوه میگه ویدیو خود کپشن فعال بسازید. کپشن چی معنی میده؟ زیرنویس. میگه هر ویدیو در قسمت پایین خود زیرنویس داشته باشه. چون ما شما گفتیم که گوش ما شما نمیشنوه ولی میتونیم ببینیم. خب میگه شما چی کردین؟ زیرنویس فعال بسازید. شما میتونید خط بخونید. خب زیرنویسی که خواندین هر چی مثلا ویدیو گپ میزنم در پایینش نشون میشه. البته زیرنویس ما شما باید لایف باشه. یعنی در اینترنت شما باید باشین و به شکل اینترنتی بس برای ما شما چی میشه؟ در پایین ویدیو شما چی میشه؟ در قسمت برای ما شما کپشن فعال میشه. روی گزینه کلیک کردین بعدش ببینید این کپشن موشاست. waves are just caused by a flow or just energy. یعنی قسمت یعنی خودش یک زیرنویس است. اگر خواستین این زیرنویس روشن شه از قسمت روشن بکنین، اگر خواستین خاموش شه خاموش. ببین روشن که بکنین میگه نیاز به دانلود دارین. شما اول باید دانلود کنین بعدش کپشن برای شما چی میشه؟ فعال میشه. کپشن هم فقط برای زبان انگلیسی فعلا فعال میشه. ولی اگر شما خواستین برای زبان فارسی و اینا بازم باید ناچار کنین کلی شما باید دانلود بسازین. این موضوع کپشن و زیرنویس ویدیوی شما باید گذارم آشنا شدین و این موضوع رو شما چیکار کردین؟ فهمیدین. پس ما فعلا این بخش بسته می‌سازیم. بعدش از قسمت اکسسیبیلیتیز خب قسمت دیمز رو باز ما خواندیم چون سوال باز به شما توضیح ندادم. پس این موضوع چی بود؟ به نام چی داشتیم؟ کپشن. گزینه اسپیچ. شما روی گزینه اسپیچ ریکگنیشن کلیک کن. شما میتونید اسپیچ ریکگنیشن چیکار کنید؟ وایس اکسس فعال بسازید. روی گزینه کلیک کن و شما چی میشه؟ فعال میشه. بازم نیاز به دانلود داره. تا زمانی که اینترنت نشیم از این گزینه باز استفاده نمی‌کنیم. گزینه بعدی چیزی گفته start voice access after your just sign in to your PC. زمانی که شما کامپیوتر خود خاموش می‌سازین بعد از روشن شدن آیا برای ما شما چی فعال شود نشه؟ یعنی وایس اکسسیبیلیتی برای ما فعال شود نشه. اگر خواستین فعال شه گزینه چی اگر نخواستین خاموش. این خاموش بکنید چون نیاز به اینترنت ما داریم. گزینه بعدی وایس تایپینگ شما توسط صدای خود تایپ سازین که ما شما در بخش چی داشتیم؟ تکست اینپوت داشتیم در بخش تنظیمات یعنی کیبورد که ما شما اختیار خوانده بودیم. یعنی کیبورد در قسمت چیزی وایس اینپوت شما یا وایس تایپینگ شما به شما توضیح دادیم. گزینه بعدی وایس تایپینگ است. گزینه بعدی ما شما ویندوز چه اسپیچ ریکگنیشن اگر خواستین فعال شه روی گزینه کلیک کن ویندوز ریکگنیشن این فعال میشه. زمان که فعال شد از ما فعلا فعال میشه شما شاید فعال نشه چون نیاز به تنظیماتش داره. ما چون قبلا فعال کردم از من فعال میشه. باز اینا در قسمت کنترل پنل به شما توضیح میدم. زمانی که فعال شد چون تین توسط صدای خود کامپیوتر خود رو چیکار بسازین؟ کنترل بکنین. دیگه نیاز نه به دست دارین نه به چی. در صورتی که شما انگلیسی بلد باشین شما میتونید راحت از استفاده کنید. ببینید ما روشن میسازیم باید در جای روشن باشه که سر صدا نباشه. سر صدا چهار طرف شما باشه پس فهمیدن نمیشه صدایش. ببینید شما ایره روشن بکنین. show numbers 7
7 7 7 6. Okay, show numbers, show numbers, show numbers. Come down. خب دیگه حال فعلا این متاسفانه این قسمتش برای ما فعال نشد. اینا رو باید چیکار کنید؟ فعال بسازین. پس شما میتونید از به شکل صدای خود کامپیوتر چیکار کنید؟ استفاده کنید. این باز اصل درسش که چگونه فعال میسازین، موضوعات بعدش باز در قسمت کنترل پنل برای شما میاد و در حساب از ما شما روی اینا صحبت خود کردیم و شما با اینا آشنایی چیکار کردین؟ پیدا خود کردین. پس خب این موضوعی بود که ما در قسمت چی داشتیم؟ در بخش شما بین پایین در قسمت اسپیچ داشتیم که ما از بخش اسپیچ با گزینه چی هم آشنایی پیدا چی کردیم. خب ببینین cancel that cancel that cancel that نمبرینگ. خب این موضوعی بود که ما در قسمت داشتیم، درسته؟ پس ما با گزینه چه اسپیچ رو نشان با این گزینه آشنا شدین. اگر خواستین این فعال نشه پس شما این خاموش بکنین، برای ما چی میشه؟ خاموش میشه. اگر خواستین فعال بکنین پس فعال. اگر خواستین از طریق شارتکت فعال بسازین، این شارتکت شه ویندوز لوگیکی کنترل با اس شارتکت اسپیچ رو نشان دادن. اگر شما خواستین فعال شه گزینه بعدی ساوند صداها هم که ما شما قبلا به شما گفتم دیگه نیاز به تکرارش نداریم. پس ما از قسمت اکسسیبیلیتیز ما با این بخش هم آشنایی پیدا کردیم. با بخش چی شما آشنا شدین؟ با بخش اسپیچ. گزینه کیبورد که قبلا خواندیم، ماوس هم خواندین. گزینه بعدی آی کنترل. آی کنترل ما شما روی کلیک باز ما باید کامری داشته باشیم که او چشم شما را چیکار کنه؟ ترک بسازه. یعنی چشم شما رو تعقیب بکنه، دنبال بکنه تا زمانی که از این کنترل نداشته باشیم، از این کامری نداشته باشیم، پس از این گزینه استفاده نمیتونیم. این موضوعی است که ما در این قسمت داشتیم. پس ما از بخش اکسسیبیلیتیز خلاص شدیم. بخش بعدی که ما اختیار چیه؟ پرایوسی اند سکیوریتی است. بخش امنیت و چی شما؟ بخش امنیت و بخشای چیز شخصی کامپیوتر. زمانی که قسم ببینید آنتی ویروس، ببینید ویندوز سکیوریتی روی کلیک اگر آنتی ویروس اینا را شما فعال غیر فعال می‌سازید. روی گزینه کلیک اگر آنتی ویروس کامپیوتر خود خاموش می‌کنین، روی این گزینه آنتی ویروس کلیک به خاطر فعال کردن ویروس چیستان ویندوز تون پس شما می‌تونید چیکار کنید؟ استفاده بکنید. بین قسمت منیج سیتینگ این قسمت یعنی آنتی ویروس تون است خاموش بکنید که ما شما زمانی که کامپیوتر خود شما اکتیو می‌کردین، طریق اکتیو کردن به شما یاد دادم، درسته؟ شما که زمانی که اکتیو می‌کردین همین میار باید خاموش می‌کردین. اول شما اول باید اینا رو خاموش بکنید، بعدش زمانی که اکتیو شد دوباره اینا رو چیکار کنید؟ روشن بسازید. این آنتی ویروس کامپیوترتون است. اگر شما کنم با زمان نیاز شد که آنتی ویروس کامپیوتر خود خاموش بکنید، یعنی 4 تا گزینه قسمت هست، در 4 گزینه رو چیکار کنید؟ خاموش بکنید. بازم زمانی که اگر خواستین روشن بکنید دوباره اینا رو چیکار کنید؟ روشن بسازید، برای ما فعال میشه. این موضوع آنتی ویروس تون. دیگه روش برای ما اطلاعات هست. گزینه بعدی Find My Device. در صورت کامپیوتر شما گم شده باشه، در اینترنت داشته باشین و همچنان جی پی اس هم وصل باشه، شما میتونید پیدا بسازید. بعدش فور دیولپر کسایی که مثلا چه برنامه‌نویسی اینا میسازه، یعنی تنظیمات از اینا هست. ما شما فعلا روی صحبت نمی‌کنیم. جنرال تنظیمات عمومی بخشی پسورد اینا هست که شما میتونید استفاده کنید. اسپیچ که پیش شما گفتم، اینک اند تایپینگ پرسونالیزیشن که ما شما در قسمت قلم اینا قبلا توضیح دادم. دیاگنوستیک بازم در قسمت کنترل پنل به شما توضیح دادم میشه. شما بخشای این چیز تمام بخشای کامپیوتر خود آزمایش میسازین، مثل گراف قلب هستن و اونا که تمام بخشای کامپیوتر رو آزمایش میکنه که کدام بخش مثلا مشکل داره، کدام بخش مشکل نداره. اگه شما خواستین دیاگنوستیک بکنین، انتخاب کنین، روی گزینه دیاگنوستیک دیتا کلیک کنین، بر مشخص دیاگنوستیک چی میشن آغاز میشه که کامپیوتر شما یک دفعه خاموش میشه، پس روشن میشه، تمام بخشای کامپیوترتون چی میشه؟ آزمایش میشه. اول پروسسور کامپیوترتون، رم کامپیوترتون، باتری کامپیوترتون و بعدش مثلا کیبورد و تمام بخشا برای شما چی میشه؟ آزمایش میشه و شما میتونید استفاده بکنید. یعنی بخش این دیاگنوستیک بود. گزینه بعدی که ما شما دیگه داریم چه اکتیویتی هیستوری، تاریخچه که شما خواستین ببینید که فقط برای ما یک اطلاعات هست. دیگه راشتی برای ما شما دیگه بخش مثلا سرچ، لوکیشن اینا چه اپ پرمیشن، کدام برنامه‌ها اجازه استفاده از کامپیوتر شما داشته باشه اینا هست. لوکیشن هست، کامera هست، میکروفون هست، وایس چه اکتیویشن هست، نوتیفیکیشن هست، اکاونت اینفو هست. اینا برای شما اجازه چیز داره، اجازه کار با کامپیوتر ما شما تا به اخیر میشه. پس ما از بخش اکسسیبیلیتیز هم خلاص شیم. بخش بعدی که قسم داریم چه
ویندوز اپدیت هست. اگر شما کامپیوتر شما نیاز به اپدیت داشته باشه ویندوزش، پس شما میتونید از این گزینه چیکار کنید؟ ویندوز کامپیوتر خود را اپدیت بزنید. ببینید از ما نیاز به اپدیت داره. اصلا ما شما یک دفعه اپدیت کرده بودیم میگم فیل شده، درسته؟ شکست خورده. اگر شما خواستین فعلا اپدیت بکنین روی گزینه ریترای آل کلیکین، برای شما دوباره در حال اپدیت میشه. کامپیوترتون در حال اپدیت میشه، اینا کلش برای شما دانلود میشه و بعدش انستال میشه و کامپیوتر شما چی میشه؟ اپدیت خواهد شد. این طریقه اپدیت کردن. اگر شما خواستین اپدیت در استاپ بکنید، زمان مثلا کامپیوتر شما به شکل اتوماتیک اپدیت میشه ویندوز، شما میخواین استاپ بزنید، پس شما روی گزینه پاز اپدیت کلیک کنید، برای شما چی میشه؟ پاز. هیستوری تاریخچه‌اش نشون میدم، ادوانس آپشن تنظیمات پیشرفته اپدیت نشون میده که نیست برای شما بعضی معلومات نشون میدم. مثلا اینا ریسیو چیز اپدیت فور اادر چیز مایکروسافت پروداکت، ای تولیدات دیگه مایکروسافت در موش اپدیت شوه یا شما خواستین اپدیت. گیت چیز می اپ تو دیت برای موش به شکل اتوماتیک اپدیت شود. دانلود اپدیت اور میترید کانکشن، زمانی که شما در وای فای وصل میشین اپدیت شوه نشه. نوتیفای می آیا شما رو اختیاری بدید زمان اپدیت کردن یا نه. بعدش مثلا اکتیو اورز ساعت های فعال چگونه باشه، این موضوعات که شما میتونید. آپشنال چیز هم آپشنال اپدیت ما شما داریم، دیلیوری اپتیمایزیشن، ریکاوری، ریستارت اپ، اینا موضوعات است که قسمت اپدیت در بخش ادوانس شما داریم. گزینه بعدی که ما شما در بخش داریم در قسمت پایین، گزینه بعدی ما شما چه ویندوز اینسایدر پروگرام که بازم بخشای پروگرامنویسی اینا هست که شما میتونید از استفاده بکنید. بازم نیاز به اینترنت داریم، تا زمانی که اینترنت نشین بخش اینسایدر پروگرام ها رو ما شما نمیبینیم. این موضوعی بود که ما شما در بخش چی داشتیم؟ در قسمت راست کلیک خود در بخش دیسپلی استینگ داشتیم که ما شما با بخش دیسپلی استینگ خود با تمام جزئیات با این گزینه شما آشنا شدیم. گزینه پرسونالایزیشن هم در مصاحبه خواندیم، یعنی از تکراری از این گزینه نداریم. دیمز اینا پینن روش کلیک کنید، بازم بخش پرسونالایزیشن بخش دیمز برای ما پرسونالایزیشن چی میشه؟ باز میشه بک‌گراند، اینا رو ما خواندیم. گزینه بعدی که مشاهده قسم داریم چه است؟ شو مور آپشن. شما روی گزینه کلیک کنید، آپشن ها اگر شما ویندوز 10 هست این شکل نشان داده میشه. ویو رو شما خواندین، سورت بای خواندین، ریفرش، پیست، اندو، کپی، اوپن، ویژوال استودیو که یک برنامه کدینگ است، نکست بک‌گراند، نیو، دیسپلی استینگ و پرسونالایزیشن. با تمام جزئیات ما از قسمت راست کلیک خود خلاصیم و در کنترل پنل صحبت خود کردیم. درسته؟ از بخش راست کلیک ما دیگه گزینه باقی نمونده. سوال داشته باشید.